برادری سوال کردن در داخل ماشین نماز خواندن جایز است یا خیر؟ برادری محترم، اگر داخل ماشین یا موتر نمازهای نفلی بوده باشه اشکالی نداره. نمازهای نفلی را می توانید داخل ماشین یا بالای مرکب بخوانید، اما نمازهای فرضی را باید پایین شوید باز بخوانید و این فرق میکنه. ماشین یا موتر فرق میکنه حکمش به مسئله کشتی و طیاره. در طیاره اگر شخصی سوار میشود و جایی به مسیری میرود که در اونجا تا رسیدنش وقتی نماز ختم میشه و از وقتی که حرکت کرده در این وقت تا به الحال نماز وقتش داخل نشده، پس این شخص چند حالت داره، یعنی چند صورتی میتونه که با عمل کنه. یکی در نیت بگیرد که ما نمازی که فعلا فرا میرسه تا به الحال وقتش نرسیده، امیره همراه نمازی بعدی جمع میکنم، یک جا در اونجا پایین شدم جمع میکنم، نیتی جمع بکند. مثلا قبل از نماز ظهر پیشین سفر شام بوده، نیت میکنه که من نماز پیشین همراه نماز عصر اگر رسیدم یک جا میخوانم. جمع معناش یعنی یک جا میخوانم. پس در این صورت وقتی که به مسیر خود رسید، و مجردی که رسید اونجا نمازی پیشین همراه نماز عصر در وقت نماز عصر یک جا میخواند. این یک صورت. صورتی دیگه اگر وقتی نماز ظهر بوده باشه و ای در سفر است، پرواز میکنه، وقتی نماز ظهر فرا رسیده تا به هر حال سفر نکردن، پس در این صورت نمازی عصر امکان داره که از پیشش فوت شود، چون مسیری که میرسه وقتی نماز عصر میگذرد. پس در این صورت نماز عصر قبلا همراه پیشین یک جا ادا کند، این جمع تقدیم میگن. ایره اشکال نداره، خلاص جایز است برش، این نماز ادا میکنه. قسم اما اگر نیتی جمع نداشته باشه، پس در طیاره وقتی نماز ظهر یا نماز عصر یا نماز خفتن نمازهای دیگری فرا رسید، در این صورت اگر محل خاصی در طیاره، بعضی طیاره داره جای خاصی برای نماز، جای خورد اگر چه خوردم است، اونجا رفته در ابتدا وقتی که نیت میکنه مسیر طیاره را، بعضی طیاره نشان میده که قبله به کدام طرف است، خصوص طیارهای سعودی اینا نشان میدهن. اگر چنین نبوده باشه به خودش تحری میکنه، جهت قبله را به فکر خود تعیین کرده، نیت میکنه، نماز خود در اونجا ادا میکند. اگر چنین جای در طیاره نبود، باز در امو مقام کرسی خود به محالتی که است، با محالت نماز خود ادا میکند. و همچنان کشتی هم اگرچه کشتی فرق میکنه، کشتی هاییست که مساجد داره، کشتی هاییست که جای فراخ داره، البته در کشتی هم به همین قسم نماز خود ادا میکند.